السلام علیکم کاکا شیر آقا. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدی. دیروز گاو چوچه دار مرد. فهمیدم و بسیار جگرخون شدم. میخواستم چوچه بتا و او را بفروشم و او پیسه را که از تو قرض کرده بودم او را پس برات بتم. پروا نمیکنه. حال که گاو مرده نمیتونم پیسه که ازت قرض گرفته بودم در وقت معین برات تسلیم کنم. لکن چه وقت میتونی که پس قرض ما بدی؟ شاید یک ماه بعد برات آورده بتانم تا که محصولات زراعت بفروشم. پیسه ما باز کتم اونجا کشورم تسلیم میکنی، فهمیدی یا نه؟ و نمیتونم قرضت با این پیسه زیادی پس برات بتم. بندید میکنم که این اسناد که خودت داشت امضا کردی. حسبنا الله و نعم الوکیل. چی میگی؟ میگم نمیگم چیزی، بلکه میگم السلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کجا هستی محمود؟ چند روز میشه که نمیبینم. پدرم سخت مریض شده، بردیمش به شفاخانه. دکتران میگن که عاجل عملیات شود. بسیار جگرخون ساختی مرا محمود. زود کار کنین. چرا کار نمیکنین؟ یک رو به پیشون نمیگیرین دقیقتا بلی که شما میکنین. آیا میتونم کدام کمک بکنم برات؟ بله 1000 قرض کار دارم. چی وقت باز پس قرض میتی؟ 1 سال بعد از اینکه محصولات را فروختم. خیلی باز برم 2000 پس میتی. چی میگی؟ چیزی که شنیدی؟ من همسایه هستم که من رقم کار میکنی؟ آیا همسایه سر همسایه حق ندارد؟ خدای تشکر که کسی را پیدا کردی برات قرض میته. اگر باز برات قرض ندم چی میکنی؟ میمانی پدر تا که بمانه؟ پدرم خالق دارد که نامش کریم است. من میفهمیدم که اگر حرکت زشت همراه میکنی اعوذ بالله محکمه که سودخور معامله کنم. برو خوب صحیح فکر کو. باز اگر آماده بودی من پیسه میتم برات. اعوذ بالله محکمه که سودخور معامله کنم. تنبلا کار کنه. دستش کار داره تکمیل کنه. دستش کنه. خیرت است. زیاد وقت میشه که هیچ پرسان ما رو نمیکنی. بسیار ببخشید، من یک جای سفر رفته بودم، نمیتونستم که پیشت بیایم. خب بالاخره دی روزا آمدم پرسانت میکنم. بگو دی روزا چی گپ است؟ ماشاءالله غنی ترین انسان قریه شدی. من فکر میکنم که کاری که میکنی برای تو بسیار فایده میرسانه، مفاد زیاد داره. بله من پیشه ما تو جای نمیمانم که دوجه مفاد زیاد نباشه. بدر کاکایی بوده این دادان دروازه هست. برو دروازه رو برای شماست که باشیم. بفرمایین کاکا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایین کاکا ابراهیم. یه هم کسی تا آدم بگانه نیست که تم ششته و سن بچه خالیم است. خوش آمدی کاکا جان. وقت شما رو زیاد نمیگیرم. پشت یک کار آمده ایم، امید است که ناامیدم نکنی. میفهمی که الله متعال به من اولاد نداده. من امرای خانم مریضم در یک خانه غریبانه زندگی میکنم. من چی کار میکنم میتونم کده در این کار و میخوام که یک 5000 افغانی برام قرض بدی. چی وقت باز پس میتی؟ 1 سال بعد بخیر قرض تا پس برات میدم. 1 سال بود؟ باز اون وقت خیر 7000 برای میدی. پس 7000 برات بدم؟ میخوای از قرض فایده بگیری شیر آقا؟ نه شیر آقا، الله غنی است از پیسه تو کده. با اجازت من رفتم. لا حول ولا قوت الا بالله. ای چی کار است که میکنی شیر آقا؟ من چی میکردم دیگه؟ خب مرده که کمک میخواست نخواست که برش کمک کنم. آیا نمیفهمی ای کار را که تو کردی ای خودش سودخوری است؟ تو چرا نمیشه سود میمانی؟ نامش مهارت بنده پیسه پیدا کردن. این مهارت نیست، این یک خساره بسیار بزرگ است. آیا این آیت شریف نشنیده که الله سبحانه و تعالی میگه که الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
کسانی که ربا یا سود میخورند بر نمیخیزند در روز قیامت مگر همچون کسی که شیطان او را سخت دچار دیوانگی و جنزدگی کرده باشه. ایخو خرید فروشه، سوال تو خرید فروشه رو سر محرم میکنی؟ ما حلال و حرام نمیکنم شیر آقا خان، بلکه الله سبحانه و تعالی در کتابش در قرآن عظیم شان میگه که ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. ای از او خاطر است که ایشان میگفتند که خرید و فروش مثل سود است، در حالی که الله سبحانه و تعالی خرید و فروش حلال کرده و سود و ربا را چی کرده؟ حرام کرده هست. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، پس هر کسی که برش حکم پروردگارش به او برسه و از سودخوری دست بکشه، باز چی از برازو؟ الله سبحانه و تعالی میگه که فانتهى، باز از او دست بکشه، فله ما سلف، پس برازو هست آنچه که قبلا گذشته است، و امره الی الله، و امر از او به کی تعلق میگیره؟ به الله تعلق میگیره. و من عاد، و هر کسی که برگرده به می سودخوری، فاولئک اصحاب النار، اینا صاحبان دوزخ هستند، هم فیها خالدون، باز امی سودخورا در آتش دوزخ همیشه می باشند. حسین نصیحت تا برای خودت نگاه کن. تو دلت است که مال من قسم مردم داده برم، مردم دیگه از مالم استفاده کنم، من استفاده نکنم، یک رپا هم از پیششان نگیرم. برای تو کی گفته وقتی که برای فقرا و مساکین کمک کنی باز تو هیچ استفاده نمیکنی از اون؟ سگو که الله سبحانه و تعالی چی میگه که یمحق الله الربا، الله بی برکت و نابود میسازه چی را؟ امو سوده و یربی صدقات، و زیاد میکنه صدقه ها را، والله لا یحب، و الله سبحانه و تعالی دوست نداره کل کفار اثیم، هر انسان بسیار ناسپاس و گناهکاره. خیمه دیگه به مردم آسانی را بیارم خودم بمرم. بشنوی آیت قرآن که الله سبحانه و تعالی میگه که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، اتقوا الله، بترسین از الله، و ذروا و ترک کنین ما بقی من الربا، آنچه که باقی مانده هست از سود، ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنان حقیقی هستین. فان لم تفعلوا، پس اگر این فعل نکردین، فاذنوا بحرب من الله و رسوله، بدانید که با جنگ با الله و پیغمبرش برخواسته اید. و این تبتم، و اگر توبه نمویدید، فلکم، پس بر شما از رؤوس و اموالکم، امو اصل سرمایه تان، لا تظلمون ولا تظلمون، نه شما خودتان ظلم بکنین و نه هم بالای شما ظلم صورت بگیره. بشنو ای قول رسول الله صلی الله علیه و سلم که امام نیشاپوری در کتابش به نام المستدرک علی الصحیحین روایت میکنه از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمود که ما اکثر احد من الربا، هیچ کسی زیاد سودخوری نمیکنه، الا کان عاقبت امره الى قل، مگر ای که در عاقبت امورش چی میشه؟ بنادری و نیستی بر میخوره. و این حدیث هم چی است؟ این امام میگه که امام الذهبی میگه حدیث صحیح است. این حدیث هم چی است؟ و این حدیث امام مسلم هم بشنو که امام مسلم روایت میکنه که عن جابر، از جابر رضی الله عنه روایت است که قال، فرمود که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفته؟ میگه لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم، لعنت نموده هست رسول الله صلی الله علیه و سلم، آکل الربا، سودخور، و موکله، و کسی که سود میدهد، و کاتبه، و کسانی که سود کتابت میکنه و کامپیوتر کاری و کارایش میکنه، و شاهده، و کسانی که در اینجا چی هستن؟ شهادت میتن در چی؟ در سود. و قال هم سوا، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که کلشان دمی گناه مساوی هستن، یعنی بالای کل از چی نازل میشه؟ لعنت الله. و بشنو ای قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله لعنت کرده رشوت دهنده را، الله لعنت کرده سودخور، سود دهنده را، و شاهدای سوده، و کسی که در اونجا کتابت میکنه. الله اکبر، الله اکبر. ما میرم بر نماز خفتن و با الله دعا میکنم که الله هدایتت کنه. السلام علیکم.
مردم زود بیاین که خانه شیر آقا در گرفت. خانه شیر آقا مردم زود به خانه شیر آقا در گرفت. زود به کمک گریه نکن کاکا شیر آقا، انشاءالله کل چیز جور میشه. تمام مال کلش از بین رفت حسین. ما برات نگفته بودم که تو نمیتونی جنگی که از طرف الله و رسولش برات اعلان شده او رو تحمل بکنی؟ شاید که الله خواسته باشه که تو را در دنیا از سودخوری پاک بسازه تا که در روز قیامت با الله ملاقات کنی و تو پاک و صفا باشی. و در حالی که الله سبحانه و تعالی میگه واتقوا یوما، بترسید از روزی که به طرف الله شما رجوع میکنه. بله بسیار در غفلتی بسیار بودم. من خونه مردم قریه را میچشیدم، کسایی که من از مرگ نجات دادن. سپس برای هر کسی مطابق اونمو قسم که عمل کرده برش جزا و پاداش داده می شود، در حالی که بالای از اونا هیچ ظلم نمیشه. بله بسیار در غفلتی بسیار بودم. من خونه مردم قریه را میچشیدم، کسایی که من از مرگ نجات دادن. هر وقتی که بخیر توبه بکنی، انشالله که توبه کردی و از سودخوری پاک شدی، تمام اهل قریه باز را خوب زیاد دوست می داشته باشن. الله را شاهد بگردانم و تو هم شاهد باش، کسایی را که قرض دادیم یک رباب از پیششان اضافه نمیگیرم، حتی اصل سرمایه را نمیگیرم. و صدقه باشه به اهل قریه. این باز هم تو یک امر الله را تطبیق کردی، در صورتی که یک نفر مشکل داشته باشه پس بر از اون مهلت و فرصت میته. و اگر شما صدقه کنین باز او بر شما بهتر است اگر شما بفهمین. یا الله مرا ببر. ان شاء الله الله توبه تو را قبول میکنه و الله به عوض ازی مال حلال نصیبت میکنه. الله برات خیر بده حسین خان. و الله برای تو هم خیر بده و مثلش برات بده. يا رب قد ضاقت علي